جوجه به قول اون اشخاص غیر حرفه‌ای که میان مدعی میشن که جوجه هیچ موقع دهنو نمیگیره، شاید 30-40% بگیره، این جوجه الان داره با تون بالای صدا داره اجرا میکنه بدون کوچکترین استرسی. خب تجربه چیزی نیست که با حرف بخوایم 4 تا امثال به در نخور دور و بر شخص جمع بشه و ماشاءالله الکی بگن. داستان حقیقت و واقعیت، این چیزی که دارید میبینید حقیقت محضه. جوجه توی این سن با شرایط نگهداری من، با اون سرلاکی که تهیه شده، سرلاک جوجه هزار کامل، اولین سرلاک جوجه هزار تو ایران، آمار فروش بالا 1 تن و 200 خورده ای دون و آمار فروش بلبل 1000 دستان مست رکورددار بوده و سطح 1